داستان‌های برگرفته‌اش از کتاب مقدس. داستان پولس و سیلاس در شهر فیلیپی. سولوس هنگامی که در سراسر امپراتوری روم سفر کرد، تصمیم گرفت تا شبوتی آدگه ناما که رومیت استفاده کند. آی آدگه نام پولس است. روشی پولس و آی دو سیلاس به شهر فیلیپی شدند تا خبر خوش درباره عیسی را به عاد مردمان دهند. آوان به بیرون شهرها یک جایی که رودخانه کنک هتت شدند. آدن مردم په دعا و نیایش دور هم جمع بودند. برادن آ گنجرین زاگه به نام لیدیه آشنا بودند که ارغوانی پارچه بها کرد. آ خدا را دوست داشت. خدا لیدیه دلا پاچ کرد تا عیسی پیغام ابزاند. لیدیه و آی خانواده غسل تعمید گرفتش. آ پولس و سیلاس را دعوت کردند تا برای گسا مانند و آوان هم به لیدیای گسا برای خانواده کنک ماندند. پولس و سیلاس و مردم در پرستشگاه ها ملاقات کردند. هر روش در حالی که برادر شدند، جنک را دیستش که روح ناپاک اسیرند. بری وسیله و فال گفت و شیر راه تا به عنوان یک پیشگو سود کلان به اوتی ارباب نداد. آی جنک که اسیرت هنگامی که آوان راه شدند و توی انتواری گوشت یه مردین زک خدای خدمتگزار هستند و یا تگن تا نجات راه به شما نشان دهند. چون روش آیی کار همیه شد تا یک پولس آزرد خاطر بود. عاقبت یک روز هنگامی که بخت برگشته جنک فریاد جد، پولس به طرف آیی برگشت و به روح ناپاک که برای تعاهتت گوشت به نام عیسی شه جنک که وجود بیرون بیا و در همان لحظه و تا روح ناپاک جنک رها کرد. وقتی جنک ارباب یه اتفاق را دیستش باز عصبانی بودند چون زانتش بدون دیوا جنک نتواند مردمانی آینده و پیشگویی کند. یعنی یش که مردمان دیگه به جنک اربابن پولا ندهند که بتوانی براوان وشی که چه اتفاقی در آینده پراوان پیشکد. بنابراین جنک ارباب پولس و سیلاس را به نزد مقامات رومی بردند و آوان را جتش و به زندان تاها پرینتش. آوان پولس و سیلاس را به زندانی که باز ایمن هتت بردند و حتی به راوانی پادا زنجیرش بست. ولی در شپی نیما آوان گو سرود وانتن خدا را ستایش و پرستش کردند. ناگهان شدید زمین لرزگی بود و زندان در پاچ بودند و گرد زنجیر که به راوانی دست و پا دند پاچ بودند. زندان نگهبان استاد و وقتی دید که زندان در پاچ بوده هراسان بود. آفکو که گرد زندانی جستگند. پس تصمیم گرفت که باطراب کشید. آوازاند که اگر زندانی بجیند مقامات رومی آیره کشند. اما پولس آیره دیست و فریاد جد به واد صدمه مجن اما گرد اده هستند. زندانبان وحشت زده بود. به نزد پولس و سیلاس آید و پرسید چون کنین که نجات کنین. پولس جواب داد به عیسی خداوند ایمان بیار تا گوتی خانواده و نجات کنید. آنگاه زندانبان پولس و سیلاس را به اوتی گسا برد و آوانی زخمانش شست. پولس خبر خوش عیسی را به گرد کسان که برای گسا هتند داد و پراوان باز کرد. زندانبان و آیی تمام اعضای خانواده به عیسی ایمانش آورد و تعمیدش گرفت. آنگاه زندانبان به پولس و سیلاس غذا داد و آوان به اوتی همدیگر را جشنش گرفت. روز بعد رهبران شهر به پولس و سیلاس سراغ یاتش و آوانش از زندان آزاد کردند و شاوان لوتتش که شهر را ترک کنند. پولس و سیلاس به دیدار لیدیه و چون نفر شاوانی جنده دوستان شدند و بعد شهر را ترکش کرد. خبر خوش انجیل عیسی مسیح همچنان گسترش یافت و کلیسا در حال رشد است. پولس و رهبران مسیحیان به بازی شهران شدند و به تعلیم و موعظه مردم درباره خبر خوش عیسی ادامه داد. همچنین آوان بازی نامه نوشتش تا مردم را تشویق کنند و به کلیسای ایمانداران تعلیم دهند. در خشته نامه تبدیل به کتاب‌هایی در کتاب مقدس بودند.
داستانی برگرفته از کتاب مقدس، کتاب اعمال رسولان، فصل 16 آیات 11 تا 40.